Kaya bilang. İyice mi? Hayır, böyle değil. Muhammed Rüzgar'ı ne kadar da yaptı. Hava tartılıyor mu? O yüzden hem biliyorum lazım. Hava top istiyor, olur hamdını ister. زندگی زندگی در همون است که در باید همه وقت برای شجاعت جای هست. در هر یک میدان، در میدان تخت‌کاری هم، در میدان که یکی از دوستان رفیقانی که این سال سزاوار مکافات عالی ریسپوبلیک شدن، همین صاحب کاملتون برادر ما باید هستند. و سزاوار عنوان بلند دولتی مکافات دولتی برای تبلیغات داده شد. همین یک حسیات خودچندی بدلشون نمی‌گیره. همه رفیقای همین در خونه‌شون خوندن. و خواستن که همین با هم عزیز فرصتی دیدن. خوشبختانه در قطار اون رفیقانی که برابر نوبت دلار آمده شدن، اینجا باید لوریت ما جوری هستن. در لوریت دیگر ما در بین لوریت‌ها موندیم. دست راست بهم نگاه کنم لوریت، دست چپ هم لوریت، ما در بین لوریت خودم هم در لوریت. همین خیلی. حاضر همین پیش بخورید بالا لوریت بخورید. خیلی شریکایی که ما حقیقتا همه اینجا همین ساکنان کوچه بنام حبیب یوسفی خیلی سرحال هستیم از این واقعی که اینطور بود. اکثر همین مکافات همین ما معلقه نیست که نویسندگان نامی و لوریت هایی که پیش بودن در همینجا سر کرده اینجا از لوریت که مکافات دولتی SSR همیشه از مکافات دولتی SSR و خیلی مشکل این قسم معلق خود جا ما معلق چیکار نمی‌کنیم میگه معلق همین وقت ما معلق خود همین حبیب یوسف رو کجی فن معلق چی کجا چی کردن انا همین که موجوده خب من لوریت ها ایجا ما یک لوریت من نبود من بخواستم دیدار خانم لوریت بهانه دیدار خانم برای همین منابع مبارکی و دیدار یکدیگر مشرف شدن هستیم. شما باید تبریک خودتون بعد این تو که یک اشاره هست که شریعت‌ها مگر همین روی باشه و هیچ کس دیگری خرچگی نداریم. خرچگی دیگری ساختیم بابا اینجا من لابراتوری ساک بیا گذاشته هم بسیار شما ولی نگذاردگی من پیشرم نگذاردگی پیشرم من کپی رو فهم نزدیک اوردین گرفتن داده میشه اوردین گرفتن کو من از این چی نخوردم. اولش که از طرف تبریک چون که مکافات شما مکافات ما هم مفید است که حالا خوش آمدید تو البته اینجا مجلس نیستیم لیکن من میگم که همین برای که شیرین گویی شود همین شما یک خدمت میکنید به تماس خوش رو کرده همین روز یک وای شود که همین نشست جمشیدی شود مجلس نشود فقط شعر سرود همین شیرین گویی هر یک انیکدوتای نویسنده ها به بعضی تو خاطره ها بیان می‌خواست همین خیلی من میخواستم که همین سخن اول تبریکیه معلم میرسید مشکرش استاد ارزنده
پیر همین نویسنده هایی که به جوانان مراجعه کردن می‌نویسند همین کس هستند. همین گویانو من مداوم بعد شما من. ولی این تمام نشد نمی‌دونم. نه ما حقیقت فقط از نام سوال های شما دید. لولا شبیه اصلا خیلی خرسندم که در این جماعت از ضیافت دبی استفاده برده لوریت های نوی که هم در اینجا حاضر نشستن نمه آنمای ساختمون افتاده منم جنبی مرادو و خود او باید رجب را از سکت دید دوباره تبریک کنم که من گرفتم تبریک لوریت بلکه همین پایه رسیده است که به قدر همین چیزهای هم میرسیدگی شده است. چند وقتا گپ که مکافات‌های ادبیاتی بچه‌ها اثرهای بچگانه به دیگر ساحات میرود گفته. لیکن شخصا فکری من همچین هستند اثرهای ارزنده ما. هر سال چندین سالها باز من چیزهای هم رو به این کردشون میکنم. چندین وقتا شده که از تحریرهای عجایب تحریری، تحریرهای شینم بسیار ولی محترم خانم چش از رئیس سرکار از محله چگی از محل چگی از محله چگی این فرقش هست. منم اهل این محله هستم، محله حدیثی هستم. منم در خانه عبی عبیدالله در خانه هم یادمان این محله خانمان خودم و بسیار شعر خوانده و بسیار راست شکن ناجه دیگر برداشته. من خودنامی برند است که اکی عزیز اکی عبیدالله من هم فرزند خانده از کسی از هر کسی یک یکنیم مثل کامل است که یک خانه خودک برامده است که کپایت گروب جهه در ایوادی است در این مورد مثلا و مکافاتش جدا کردن نمیشد و را گذشتم در ساحلم صد بند را کشادم رستم زی صد بلا شده است عقده‌ای بندی روده که جماعه شین اجل که ما کوزا هم کلهای افکار تماشا کردیم که من در محله روده کنگل کنیم و در وقتش دوستان عیلی تاشین که رفته بودیم همراه بزرگزاده و خودشون سرم آفتاب میشن و میگن بزرگزاده که رفته گرفت که اصلا یک ناوه رو هست یک خودتنی مال هست جای خودتنی مال هست اما برای جای زندگی انسان مغزه برای را که میشیدن مساحت نداره اینکه ما وقتی بعضا شخص کرده با جایی میگفتیم که بین کرود و پنجرود انجاشون هست ممکن چون که کرود اشلاف زادهای جورده اصلاش کرود است و پنجرود است که ما ممکن است خطا کرده اگر در پنجرود تابسته باشد دیون بار مثلا در کرود چون که گیرست هم دو استخانه دو کلا و دو استخوان رو دکایه ممکن همه اولش از بود آرد برکر بود خودکی در اشتاف رو دکی در اشتاف پنجرود تابسته بگید مکوان شما کرده کمان سالش در ما باید شرط کنم وقتی که جشن رودکی جشن میشد در پنجرود باید برآمد کرد نیکلای تیخانوف باید گفت که بحث بسیار است که ایرانی میگن که رودکی در ایران تمام شده است دیگران در اینجا میگن شاید
جسمان رودکی در دیگر جا تمام شده باشه. نه همچون رودکی شاعر فقط میباید در همین خنجر در اینجا همینشم دوستگی اینا بنابراین بحث دوام دارد ولی کوی بینایی رو دیگرم بحثش دوام دارد از کجا دونش مسلم است برای استاد عینی دیگر هیچ کس مجال ندارد که باید کسی اول دعوت کرید که شما سرود نمیخوانید شما فقط آرام راحت میکنید لیکن یک بسرود از خود مدرش ممکن نیست اون وقت رو دکم از کنید یکی از دوستان بسیار نیاز دعوت بگرد و گرام سرود بسرود جوره و خواه Sheen,
عشقی ناتمامی ما جمالی مستانی با رنگ چه حاجت روی زیبارا
رسید مژدکی ایام غم نخواهد ماند چونین نماند چنان نیست غم نخواهد مانده من هرچی در نظری یا خاکسار شدم رقیب نیست چنین سرم نخواهد مانده پرده دار و شمشیر میزند همرای کسی مقیمی حریمی حرم نخواهد مانده پرده دار به شمشیر پرده دار به شمشیر میزند همه را کسی مقیمی حریمی حرم نخواهد مانده که محزنی زرگنج گیرم نخواهد مانده غنیمتی شمعیشم وصلی پروانه کیم عاملت آسکیدم نخواهد مانده گفتم این بوده که جامی باده بیام
که جمع نخواهد مانده نشانی ستم نخواهد مانده بوی جوی موریان آید همین یاد یاری مهربان آید توسعه ژورنال صدای شهر را به این آباد گرفته و این آدمای عزیز ما و این شخصایی که در حقیقت ادبیات باجی را آباد کردن. ما لورت صدای شهر حساب میشه چون که اولین اوچه که کلان خشروی درباره حیات شما، ایجادات شما صدای شهر چاپ کرده بود و در صدای شهر همه مخلصهای شما هستند، همه دعاگوی شما و این مکافات هم
خود صدای شرق است البته اولش تاجیکستان سیدی چاپه از حال شادی بخرد در شمال صدای شرق در شمال دهم دردش چاپ کردید دوستان عزیز برای همه برای همه تا کمال جان اینجا جان معلم امروز در حقیقت ایدی کلان مدنیت ما ادبیات ما هم از کمتران مکافات داریم هم از صنعت هم ادبیات ما هم از ژانرهاش و همتون دوستان عزیز مبارک باشد ایدی بزرگی ادبیات صنعت تاجیک برای شما برای همه این اپارات بسیار از جایی این فقط کینوسیده‌های دولتی بخورد فقط این وای کینو میکنی ولی نی اون دیپ دوست بعد آوازم میگیره همش میگیره همش ولی که اشیاء خود ولی میذارم دیو ولی در افوتورا گیر بگیرم گیر او دولت شو قالی فرام داره استقال نیست اگر گوش سفر راست Sto John, ya puedo cobrar bronce. Hay yavrat man hay cana hay cani manay bia tağıl برافشانیم مای در ساغر اندازیم حجانی منم فلک را سها بیش کافیم ترمینم در اندازیم اگر غم لش کرانگیزم که خونی شقام ریزم منو ساقی با هم سازیم بنیادش شرابی ارغوانی را گلاب اندر قدح ریزیم نسیمی عطر گردان را
شکر بر مجمع رانداز ما یارم های صدا خاکی وجودی ما برام آلیا جناب انداز یارم کن شاهی خوبان را نظر بر منظر رانداز من یارم شده هر دست دست رودی خوش بزن مطربا سرودی خوش که دست افشان غزل خانمون سرانداز ما یارم سخن دانی و خوشخوانی نمی‌ورزد در شیراز یارم بیا حافظ که ما خود را به ملکی دیگر راندازیم یارم استاد یکی جوره بگو برنامه چی احمد کن نمیخونم دارم دکترسیز که ملکی استاد جره باید با ملکی دیگر همین ما مجلس های کمیته مرکزی و اگر رویم همه ما خادمان مدنیت و دیگر معرکه ها بشیده بعضی از حکومت از ویها مینالیم که شما خیلی کم میخونید. من چند سال مقدم وقتی که نشستی همین شما هایی دیده بودم استاد ترسزاده سرورشان از همون یک نشست من چند چیز گرفتم برای من همین یک 10 سال بعد ذریعت همین یاردم شد برای کار کردن برای نشستن برای گفتگو کردن از کلان سالا برای از من خودترها چیل مراجعت کردن همین برای من درس سبق شد و فکر من همین عیبی ممکن بود همون نشستی که استاد ترسزاده از مسکو برگشته بودن صحتیشان نقض شده در باقی خداداد در باقی نویسنده ها و همه بودن بسیار یک نشست خوب صحبت های خوب خلق که شما های همچون یک وی دوست می دارد شما برای خلق وقتی هر یک به جای مقدس چه عزت و کلام نداره هر یک شما برای خلق یک آدمی مقدس حساب می‌کنید. من این خبری خوشی که استاد روزاده استاد عبید رجب در قطار دیگرها ما من همین
نتیجه رسید. این پیش از من وعده میکند که ما مهنت میکنیم. یکی شما باید دارد این من دارد این مهنت. مثلا شما جا مهنت دارید که از همون استاد ترزاده نشستشان همین ها که قریب که بودن. ما بسیار جوانتر بودیم اون وقت. گپ‌های خوب شد و رئیس حکومت عبدالاحد قهار همونجا تکلیف کرد. یک گپ‌های صمیمی شد درباره ادبیات، صنعت، درباره ریسپوبلیکا و بی‌واسطه هم شعر و سرود هم لطیفه‌های خوب شد و هم رئیس حکومت به بی‌واسطه چند کار اجرا شد. ما حالا که از کلام‌ها بسیار میرنجیم که شما کنم اما یکم مراد من همینه باید که همونجا جانشین بدم همین چیز با دوام بدم. از شما خواهش میکردم که همین چیز گم نکنید. برای اینکه از جوان‌ها من باوریم هست که همه ما میرنجیم که جوان‌ها موافقی متحد نیست. چون که ما یکم مراد به همین تشکیل نمی‌بینیم که موافقش نه. همین گم نکنیم همین نشست‌ها. همین دوام دیم. دوام داده هم رفیق محکم بجوزنیم، هم رفیق پلای بجوزنیم، هم رفیق حیای بجوزنیم. به واسطه و یا سخن‌های دیده میفهمن که همین اهل ادب چی دردها داره. برای همین هر یک نشست شما نه اینکه شعر و کتاب‌های شما رفتارهای شما نشست شما برای ملت ما درس است. برای همین آرزو میکردم که ما بگیم که ملت ما 5 میلیونه این خطا میکنیم. در کدام گوشه کناری که یک تاجیک است و این ملتی بود. به حساب است. برای مردمی به حساب بسیار مردمی ما هیچ از همه سلامت داشتم. چون که هر یک شما فرزندی اصیلی ملت هستم برای ملت خدمت میکنم. بسیار شما نوید ما بید خودتان برای ملت خدمت میکنیم. مبارزه ها هست. برای مبارزه ها باید که تیار باشیم. باید که سلامت باشید. همین پیش از همه سلامت باشید. سلامت باشید انشالله میشه. همه سلامت باشد. در قطار شما من آرزو میکردم که استادا صد به درآمد من امروز سرود خوانم. استاد دایی رئیسی نه سوجان همه دوام دیدم گفتم که این مرد دیگه تیزی بخورید. تیزی بخورید. نامعلوم میشه. تا سر نامعلوم میشه. همون مثلا همین مسئله گپی من همین روز واقعی میدانستم باور کنید کنسرت های کلان همشن من یک هفته خودم نامده بسیار تیاری میدیدم. من همین شبم درست خورفته میده تیاری دیدم. دیده چند سال بعد ما این خیلی نقص نشد تیاری دیدم که آدمای تبرک قطعی امروز میشینم. همین یک تیاری مخصوص قطعی ما که همین منم زیاده از 20 سال 25 سال حافظی میکنیم. نزد شما ها با حافظی کردن بسیار مسئولیت ولی بجان من کرده برای یک شاعری جوان که شعر میخواند اینجا نویسندگی گپش میگوست از شما ها یک گپی نفهمیدن البته باید دیگه جاگاه چاپ میشه. من که از امتحان شما گذاشتم 10,000 کس استادیوم با کنسل انشالله میگذارم. برای همین تیستیس شنیم نازل و یک نشست بر تمام من سرودی همون حافظ بلاتویچه سرود خواندم قرار بزنم. استاد گلازاده گفتن حاضر گفتم هم گذاشتن شعری هم متن تاجیکش حافظه آورده. اول همینجا به تولد شد. همینجا به تولد شد. من خواهش میکنم که همون پسرچیه که استاد گلازاده تمام هر تیمو تولد کننده محل حاضر خوانده هم شد. دیگه شب تیاری دیدم که بعضی سرود از خاطرم نبرد باور که نوشتم. همین تیاری دیدم چون که بسیار پزمان شده بودم شما. من وقتی که دوستان نشستیم همین سرود پیدا شد. بی‌واسطه چون که این سرود بی‌واسطه زمانی بود بگیرد چند سالها دلی خط به جاش بگیر. چون دشوار این سرود گشته از ولی خودی حاجی بابایی هم سرودی خودشون بازرگانی دوزبکی و بسیار تر خط به جاش بگیر. بازرگانی که وقتی که من دوزبکی خواندم استاد دایی گفتن ایستا همه دو برامده بازرگانی تاجیکشه یا دو سرودی که دو استاد بزرگ همینجا جور ناف خوبونده استاد جان شما ناف خیلی خوب من ناف
اگر ذکرای تو من بیارد مجد جوان جهان را و باد خواهم داد اگر چی گر برانگیختی زی هستی غبار از منی خاکی بدامنت مفتاده برای من ای نور دیده در بستی دیگر جهان دری شادی برای من نگشاده خیالی روی تویم دیدمی کند درخم هوای زلفی تویم عمر میدهد چشمی نباید از نظری نیاد میکنی از من نمیروی از یاد
جای تنه اگر تیر میزنه دشمن زیدست دست نداریم هرچی باد زیدست دست نداریم هرچی زدست عشقی تو حافظ نمیبرد جان را کی جان زی مهنتی شیرین کجا برد فرهاد استاد لایق شما بعد استاد گلزار رو گفتم وقتا تو نگه استادی هم زارکم تر یا دهانت یا دلی غمخوار من شب سیاه تر یا دلم یا حال من داده یا حال تو شب خوش در یا لبم یا لفظ گم هر بار من شب خوش در یا لبم یا
لفظ گم هر بار من نگارم یک گل زارم وای استادا بجانم استادا بجانم وای یک گل زارم اشکانی من خاطر نیارم نظمی پروین خوب تر یادر یادم دانی تو قامتی تو راسته یا سر یا گفتاری من واسه تو دل جوی تر یا شیرهای نغزی من هلی تو دل سوستر یا ناله های زاری من هلی تو دل سوستر یا ناله های زاری من نگارم یک گل زارم وای آرامی جانم دردش بجانم وای یک گل زارم اشکانی من را تو مریض نگارم صبری من کم یا وفا این نکاهم یا شمی تو خوبی تو بیشتر یا چشمی تو خون ریستم یا چخ یا شمشیر یا چخ یا شمشیر غمزه تو تیستم یا تیغ یا بازاری من نگارم یک گل زارم وای دوستان بجانم شیرین زبانم وای گل زارم اشکان من
رات مریض نگارم من چون تو به دلبری ندیدم گل بر چنین تری ندیدم چون دوری دور از تی دهانت وایم نظمی سخنی دری ندیدم با روی تو مای آسمان را امکانی برابری ندیدم لعلی چه لبی شکر فشانم در کلبه جوهری ندیدم دیدم همه دلبران آفاق جانم چون تو به دلاوری ندیدم گر قصه روزگار گویم بس قصه بیشمار گویم مرغانی چمن فیغان برارند داده گر فرقتی نو بهار گویم یک عمری 1000 سال باید تا من یکی از 1000 گویم بر من دل انجمن بسوزد گر درد فراق یار گویم یارانی صبوحیم کجایم داده تا درد دلی فگار گویم آه یارم دردش به جان جانم تا درد دلی فگار گویم گر من زی محبتت بمیرم دامن به قیامت بگیرم آن کس که بجز تو کس ندارد وایم در هر دو جهان من آن فقیرم ای مرهمی ریش دردمندان درمانی دیگر نمیپذیرم ای باد بهاریم بر این بوی در پیش لطافتی تو میرم ای مونسی روزگاری سعدی جانم رفتی و نرفتی از زمیرم آه یارم دردش به جان جانم رفتی و نرفتی از زمیرم بعد از این هرگز نبیندی جو غم خاری دیگر همچنان پشمین بیم روشیم روشیم و سرگیم سویم امروزن آوی دیگر و سرگیم سویم امروزن آوی دیگر و سرگیم سویم امروزن آوی دیگر
مردم یک بس نمیه دای ما عاشقی کاری دیگر عاشقی کاری دیگر صافی دای که باید چشم خمار شدم روزه که داری چون مای تابان
که میگیرم تو را یاری من یاری من یاری وفاداری من یاری من یاری من یاری وفاداری من یار بیا میله یار بیا میله سنمی زار بزارت شبمی صدقه این چشمی زمارت شبمی سنمی زار بزارت شبمی صدقه این چشمی زمارت شبمی جز این داد نگویم که رودکی گفته است این هم بتا بزار جز این داد نگویم که رودکی گفته است هزار سال بیزی 100,000 سال بیزی امان امان هر توی هر باز خرسنده آور هر توی هر خرسنده آور است خصوصا توی بزم نویسنده ها شاعر و صنعتکار من یکی از تشبسکارای همین مجلس همتونه بنا برام با ممنونیت آمدم وقتی که سفر در پیش استاد است حاج جان بخار آمد حاضر اما زیر پایش پلیون آمد اگر دقت کرده باشتان در این مجلس ما حافظ استاد است روح حافظ شعر حافظ در این مجلس حافظ میخوانند حافظ میخوانند این منبع بسیار تاثیر بزرگ کرد حافظ کلاسیک بزرگ ما در این مجلس ما همراه ما شد حافظم شما را تبریک میکنم و باوری دارم که این لوریات هایی که امروز در اینجا حضور دارند از بزرگترین شاعر دنیا حافظ پیروی میکنن و شعر و نثر و صنعتشان را به همون درجه میرسانند که حافظ رسانده است. سلامت باشید. همینجا سوال سفید شما استاد خاک کمیشن بخیال من از مکافات‌های امروزه بغیر از استاد روزدار و حق دیگرانشون کلمه بزرگ گفتن ممکن نیست و حتی خوبم نیست گفتن اینها حالی به درجه که با استاد روزدار هستن باید بسیار خدمت کنند بسیار به قاری تاریخ برن و به قاری آینده کل آینده لیکن خوشبختی ما همین است که در دل و نیتی که باید در دل نیتی جوریده و دیگر مکافات کشتی‌های امروزه همین توجه همین خیلی احساسی ملت دوستی ملت پرستی و تاریخ شناسی تاریخ اسلامی هست. من میخواستم که یک قدح اگر انقلاب ممکن باشد یک قدح برای جوریده برای شش مقام برای مکتب شش مقام برای نفوذ شش مقام برای زنده شدن شش مقام برای آینده شش مقام برای خودی مکتب جوریده یک مقام دیگر است در داخل شش مقام برای این بروشیم. بعد من میخوام که با استاد ملغزاده استاد محترم نام جوریده گمی گفتن که باید برای به حد استاد ملغزاده رسیدن باید بسیار محنت کنیم و از کلمه محنت تر شدن و استاد ملغزاده که باید محنت کرد. من یک آنها یادی کنم شما چون همون قدم جهل رسول خونده میگویند که شما داداشان داده ادبیاتی شهرت بسیار بلند صاحب دیدید. داستان میخواندد و بگوید که دامنو از چند رفیق بسیار نفس من همه گویدم شما همیگه باید نگویید شما چون که ادبیات صنعت کلا ندارند. من میخواهم که همین رفیقا همینم خوب دارن که مادام استاد همینه گفته است یعنی به کلا من نیانه کرده بلندتر رفتن گریتم تا آخرش برای به قلگی گرید
بنمونه جایزه نشانه خلق کردن خلق و دولت است. اجازه من به همه تبریکات شد در حق دوستان شدید و از آن زیادتر این افتخار است، اما در برابر همین خرس هم هست. خرز کلان در نزد خلق شما باید او را برگردند. برگردانیدن راستی نمی‌باشد. یاد دارید استاد عینی در سرسخن خودشون در مجموعه شعرهای شعراتی صلاح همون کار نیکو کردن از پرو کردن است. اگر ما پرکار شویم یعنی از مدت نترسیم، اشتاب نکنیم. در اثرهای ما گشت اثرهای ما کشتیم و گشتیم اگر لازم شود و درجه ای که گفته توانیم که من هر چی داشتم به همین اثر ثبت شد دیگه چی ندارم تا اینکه اثر به همان رسانه خواهی رسد. این موافقی طلب زمان است. من لابد و شادی شما با تبریکات اول جان امیدوارم که ادبیات بچگان را باز غنی‌تر بایدن و چندین اولاد در اثرهای شما با همراهی اثرهای هدف. من می‌نویسم برای پرکاری نویسم، نه ترسیم نویسم، برای اثرهای حقیقتاً آیست‌فند. ما کامیابی‌های ادبیات ما کم نیست، حتی یک چند نام‌های مشهور در جهان داریم. لیکن در برابر همین اثرهای هم هستند و کم نیستند و دل و روح نوی خواننده آن طرف که باید تاثیر از آب و رنگ و شاید اینجا جای گفتن این مطلب نباشد، لیکن روز به روز همین گونه اثرها که ما به عنوان کلام نفیس و سخنگوی همه روز شام می‌کنیم، اثرهایی که حقیقتا نفیس و حقیقتا بدیع باشد کمتر بود. اون از مرکبی های حیات کنار گرفتن هرچی مثبت است آن را با آواز بلند مدح کردن و روی نقصان ها را پوشیدن، عیب پوشی کردن که اینها آیین زمان شخصیت پرستی و سالهای
برجاموندگی بود هم برای شما و برای همه خودم هم برای دیگران هم همینه من عرض می‌کنم. رحمت گرفتیم و یکم مره رسیدیم اکنون فراغت کنیم. گفتن بسیار خطاست. فراغت برای ایجادگر نیست. استاد جان خیستنی فراغت هست که خواهد همونی فراغت کنه. فراغت اشتباه نکنید و گرفتید و البته می‌بیاد. من به چند کس گفتم که دکتر شدید با فرمی دکتر بگیرید دکتر شدید دیپلم بگیرید مقصد برسید دکتر بگیرید